مهاجرت یک انتخاب نیست. یک بحران جهانی در زندگی انسان مدرن است. در این ویدیو دو اندیشمند با دیدگاه‌های کاملاً متضاد رو در رو شدند. یکی از ماندن میگوید، دیگری از رفتن. اما این بار فقط انسان‌ها قضاوت نمی‌کنند. 4. هوش مصنوعی با 10 معیار دقیق این مناظره را داوری می‌کنند. آیا واقعاً مهاجرت خیانته؟ آیا ماندن همیشه شجاعت است؟ پایانی متفاوت و شاید دیدگاهی که ذهن شما را برای همیشه تغییر دهد. بمانید، چون گفتگو تازه شروع شده. سوالی که اغلب به اون فکر میکنیم اینه که آیا ترک وطن در شرایط سخت و ناامنی خیانت به ریشه ها و هویت تاریخی است یا اقدامی است شجاعانه برای حفظ کرامت و زندگی انسانی؟ وطن برای من فقط یک قطعه خاک نیست. وطن حافظه جمعی ماست. ریشه هایی است که ما را به تاریخ، فرهنگ و هویتمان پیوند می دهد. در شرایط بحران طبیعی است که انسان به دنبال امنیت بگردد، اما فرار دست جمعی از خاک خود، آن هم توسط نخبگان و روشنفکران، چیزی بیش از یک تصمیم فردی است. این شکاف در باور به خود است. ترک وطن در لحظه‌ای که کشور بیشتر از هر زمان دیگر به فرزندانش نیاز دارد، چه نامی جز واگذاری مسئولیت دارد؟ مگر کرامت بدون ریشه معنا دارد؟ مگر انسان وقتی همه پیوندهایش با گذشته، زبان، مردم و فرهنگش را ببرد، همچنان خود باقی میماند؟ من نمیگویم ماندن آسان است، اما ماندن نوعی پایداری است، نوعی وفاداری. ما نمیتوانیم با دست خالی بسازیم، اما با خالی کردن کشور آن را ویرانتر میکنیم. سخن شما از وطن شیرین است و پرشور. اما اجازه دهید واقعیت را ببینیم. وطن وقتی دیگر پناه نیست، وقتی به جای آغوش مشت به رویت میکوبد، دیگر همان وطن سابق نیست. آیا باید کرامت انسانی را فدای وفاداری به خاک کرد؟ کرامت یعنی بتوانی آزاد باشی، بتونی بی هراس حرف بزنی، بی اجبار زندگی کنی. ما نمیخوایم بریم، ما مجبور میشیم. وقتی مکتب‌ها بسته میشن، وقتی زنها خانه نشین میشن، وقتی جوانها با ترس بازداشت و تهدید هر روز زندگی میکنن، رفتن یک انتخاب نیست، یک دفاعه. دفاع از جان، عقل و آزادی. من از خیانت نمیگم، من از نجات سخن میگم. مهاجرت برای خیلی هامون نجاته، نه بیریشگی. و ریشه ها میشه با خود برد اگر خاک دیگه اونا رو نپذیره. شما درست میگویید. وطن وقتی که به جای پناه تهدید است، ماندن دشوار می شود. اما آیا هر سختی به معنی ترک است؟ من فکر می کنم مشکل اصلی ما از دست دادن امید به تغییر است. این ناامیدی که در دلها رخنه کرده، گاهی بیشتر از گلوله ها خطرناک است. من معتقدم مهاجرت وقتی راهی به جز ترک باقی نماند طبیعی است، اما نباید به آن به چشم راه حل دائمی نگاه کرد. در طول تاریخ ملت‌هایی که با چنین بحران‌هایی مواجه بودند، با ایستادگی و اصلاح توانسته‌اند سر پا بمانند. مهاجرت اگر بی حد و مرز شود، به تضعیف ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی می‌انجامد.
ما نیازمند ساختن ساختارهای مقاوم و امید آفرین هستیم، نه فرار به جلو. آیا نمی توانیم در داخل به جای ترک فرصتهای تازه‌ای برای زیستن و رشد بسازیم؟ جناب دکتر، منم امید به تغییر دارم، اما اونچه اکنون میبینم فراتر از آرزوست. واقعیتی تلخ و سخت. بسیاری از ساختارها نه فقط شکننده‌اند، بلکه توطئه آمیز. راهو بر رشد و زندگی بستن. وقتی امید به تغییر تبدیل میشه به وعده‌های تو خالی و سیاست بازی، ترک وطن دیگه انتخاب نیست. یک واکنشه. به فشار و به درد. ایستادگی اگر به قیمت از دست دادن جان و کرامت باشه، دیگه ایستادگی نیست، بلکه خودکشی است. مهاجرت راه حل نیست، اما واکنشی است به شرایط غیر قابل تحمل. و این واکنش نباید با قضاوت خیانت یا تسلیم سنجیده بشه، بلکه باید با درک درد و شناخت واقعیت‌های جامعه درک بشه. به باور من اولین گام برای ساختن پذیرفتن همین واقعیت هاست. یکی از بزرگترین نگرانی‌های من ترک نخبگان و روشنفکران است. اینها سرمایه‌های فکری و فرهنگی ما هستند. با رفتنشان شکاف‌هایی ایجاد می‌شود که بازسازیش سالها زمان می‌برد. نخبگان باید در لحظه‌های سخت بمانند، پیشگام مقاومت و بازسازی باشند، نه اینکه پشت کنند و بروند. ترک وطن بی‌مسئولیتی است. من شرایط سخت را درک می‌کنم، اما رهایی از این بحران فقط با حضور نخبگان ممکن است. رفتن یعنی واگذاری آینده به تاریکی. ما باید راهی پیدا کنیم تا نخبگان بمانند، تا به جای فرار ساختن را انتخاب کنند. وطن فقط خاک نیست، نماد هویت و پیوند ماست. کرامت در دل تعلق معنا دارد، نه در بریدن از مردم، زبان و سرزمین. امنیت و آزادی خواستنی اند، اما نه به قیمت گسست فرهنگی و اجتماعی. دکتر معنوی، من نیز ارزش نخبگان را به خوبی میدونم و به تأثیر عمیق اونا باور دارم. اما مهاجرت نخبگان همیشه نشونه خیانت نیست. گاهی یه استراتژیه برای حفظ سرمایه انسانی. وقتی فضای داخلی ناامن و بی‌ثبات میشه، نخبگان برای ادامه رشد و آموزش به فرصت‌هایی بیرون از مرزها نیاز دارن. خیلی از این افراد در تبعید دلشون هنوز با وطنه. اما وقتی امنیت و آزادی نیست، موندن ممکنه به نابودی استعدادها و افول فرهنگی منجر بشه. فراموش نکنیم، نبود امکانات و سرکوب مداوم خودش داره به فرار مغزها دامن میزنه. مهاجرت نخبگان میتونه یه سرمایه گذاری بلند مدت باشه که اگه شرایط فراهم بشه به بازسازی وطن کمک میکنه. وطن فراتر از خاک و مرزهای جغرافیایی نشانه هویت و تعلق ماست. اما این هویت زمانی معنا دارد که در دل آن مسئولیت اجتماعی و پیوند با مردم حفظ شود. کرامت بخشی از حق انسان است، اما نمیتوان کرامت را صرفاً در آزادی‌های فردی دید و از پیوند با وطن چشم پوشید. امنیت و آزادی در وطن هدفی است که باید برایش تلاش کرد، اما رها کردن این پیوند به بهای جستجوی امنیت فردی به گسست اجتماعی و فرهنگی می انجامد.
وطن بدون مردمش بی‌معناست. اما مردم هم بدون وطن گمراه و پراکنده اند. ما باید برای حفظ کرامت در داخل کشور مبارزه کنیم، نه اینکه کرامت را بهانه ترک وطن کنیم. مهاجرت اگر راه نجات باشد، قطعاً راهی پرخطر و موقت است، اما وطن زیستگاه اصلی کرامت و هویت است که باید آن را حفظ کنیم. من وطن رو فقط خاک نمیدونم، بلکه فضایی است برای زیستن کرامت. جایی که آدم بتونه آزاد و ایمن زندگی کنه. وقتی این فضا وجود نداره، وطن تبدیل میشه به زندان، حتی اگه همون خاک زیر پای خودمون باشه. من پیوند عاطفی با وطن رو انکار نمی کنم، اما باید بپذیریم که کرامت و امنیت پایه‌های واقعی وطنن. خیلی ها که مهاجرت میکنن، ریشه هاشون رو با خودشون میبرن و توی دلشون برای خودشون وطن میسازن. چون وطن جایی است که زندگی با احترام و آزادی ممکن باشه، نه صرفاً یه تکه زمین. مبارزه برای حفظ کرامت میتونه هر جا اتفاق بیفته، چه داخل چه بیرون از مرزها. و گاهی ترک وطن اولین قدمه برای حفظ همون کرامت، نه انکار تعلق. به نظر من وطن جایی است که زندگی انسانی در اون معنا پیدا میکنه، نه فقط جایی که به دنیا اومدیم.